روزی رو یادم که بهترین لباسهام رو پوشیدم، نه برای اینکه خودی نشون بدم، بلکه به خودم قولی داده بودم. با یک هدف بیرون رفتم، به مردم یادآوری کنم قدرتی که زیر ترسشون دفن شده. هر جا رو که نگاه میکرد قلبهای خوبی رو میدیدم که توی تار انکبوت ساکت گیر کرده بودن. اسمش رو بذارید ماتریکس، بذارید سر و صدا، تیترهای خبری همیشگی، نظرهایی که شما رو نمیشناسند، درسهایی که به جای روشن کردن راهتون نورتون رو کم میکنن. اونا میگن کوچیک باش، اونا میگن بترس، من میگم نفس بکش، عمیق‌تر گوش کن. شما خالی نیومدین، شما جرقه‌ای رو با خودتون حمل میکنین که از خورشید هم قدیمی تره. حقیقتی در آغاز آفرینش زمزمه شد، خداوند روح رو در شما دمید، نه یه برچسب، نه یه عدد، یه نفس. و به تمام خلقت گفته شد که به اون نفس احترام بذارن. فرشته ها، نیروها، مسیرها، همه برای کمک به بنده‌ای که یادش میاد کیه آماده شدن. پس چرا ما کوچیک میشیم؟ چون ترس پارسر و صداست. ایمان آرومه، اما کوهها رو از درون به بیرون جابجا میکنه. اگه بهتون گفتن تنها هستین، خوب گوش کنین، شما حمایت میشین. اگه بهتون گفتن کافی نیستین، به نبض خودتون نگاه کنین. اون ریتم امضای رزق و روزیه. بخشنده همه چیز میگه. من روزی رسانم، نترس، به من اعتماد کن. ایمان این نیست که وانمود کنی همه چیز آسونه. ایمان اینه که انتخاب کنی چه کسی حرف آخر رو بزنه. نه اون فید که داری توش میچرخی، نه اون کامنتی که دلت رو شکست، نه اون خاطره‌ای که آزارت داد. ایمان میگه من حرکت میکنم حتی وقتی که مطمئن نیستم. من میپرسم و عمل میکنم. امروز یک قدم شجاعانه بردار. اون صدایی رو که از شک شما سود میبره خاموش کن. با روح خودت حرف بزن. من دمیده شدم، من هدایت میشم، به من کمک میشه. چیزی رو که نیاز داری بخواه، بعد طوری حرکت کن که انگار کمک در راهه. در بزن، درها باز میشن. جستجو کن، پیداش میکنی. من برای تحت تاثیر قرار دادن کسی لباس نپوشیدم. من لباس پوشیدم تا با هدفم روبرو بشم و شما هم همینطور. ایمان رو انتخاب کن، نه ترس رو. قدرتی که درون شماست منتظر بوده که انتخاب بشه.